بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آنهایی که دارایی خود را در راه خدا شب و روز پنهان و آشکارا خرج می کنند، مزدشان نزد پروردگارشان است. برای ایشان نه خوفی است و نه هم ایشان اندوهگین میشوند. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آنهایی که سود میخورند در قیامت بر نمیخیزند مگر مانند برخاستن کسی که حواس او را شیطان به نسبت تماس مختل ساخته است. این به سبب آن است که ایشان گفتند واقعا بیع مانند سود است، در حالی که خداوند بیع را حلال و سود را حرام قرار داده است. چون کسی که پندی از نزد پروردگارش به او آمد و از سودخواری صرف نظر کرد، پس چیزهایی را که در گذشته گرفته برای اوست و کار او سپرده شده به خداست. و کسی که به این عمل برگشت، پس چنین مردم اینهایند دوزخی، ایشان در آن همیشه میمانند. یمحق الله الربا و یربی الصدقات والله لا يحب كل كفار اثیم. خداوند سود را نابود می سازد و صدقات را افزون می گرداند و خداوند هیچ ناسپاسی گناهکاری را دوست ندارد.